هر یک انسان در جستجوی خوشبختی و آرامی روحی است. اما برای رسیدن به این حالت آرام و پرمضمون، پیش از همه انسان باید خودش را بشناسد، دلش را پاک کند و پیوسته در راه خود تکمیل دهی باشد. خودشناسی این شناختن نیروها، ضعف‌ها، آرزوها و ارزش‌های شخصی ماست. وقتی که انسان خود را می‌شناسد، می‌تواند هدف‌های روشن گذارد و به سوی آنها استوار قدم زند. خودشناسی انسان را به خیرات داخلی خود نزدیکتر می‌کند و امکان می‌دهد که از حیات معنی عمیق‌تر بردارد. بسیاری از مشکل‌های زمانوی انسان از آن سر می‌زنند که آدمان از خودشان دور ماندند. آنها شب و روز از پس کارهای مادی می‌دمند و فراموش می‌کنند که اصل انسان روح است، نه جسم. روح باید پرورش یابد، با اخلاق نیک، با علم و معرفت، با محبت و با دل پاک. دل پاک این سرچشمه نور و محبت است. وقتی که دل از کینه، حسد، کبر و غرضها پاک می شود، در آنجا محبت، همدردی و راستی جای می گیرد. دل پاک انسان را به خدا نزدیک می کند، زیرا خداوند تنها به قلب پاک می نگرد، نه به ظاهر شخص. چی طور می توان دل پاک داشت؟ اولاً انسان باید به خود راست باشد. درستی با خود قدم اول به سوی پاکی دل است. دوم، توانایی بخشیدن. بخشش دیگران از بدی و نافهمی ها سبب سبوکی و شادی باطن می گردد. سوم، ذکر و دعا و عبادت قلبی. وقتی که انسان در تنهایی با خدا گپ می زند، دلش آرام می شود و پاک می گردد. خود تکمیل دهی تنها با گرفتن معلومات نو یا کسب آموزی نیست. آن همچنین در اخلاق، در روح و در مناسبت با آدمان ظاهر می شود. با آدمان یاری رساندن، از گناه خودداری کردن، سخن خوب گفتن، این همه علامت‌های انسان روحاً رشد کرده می باشند. هر روز انسان می تواند یک کم بهتر شود، یک صفحه کتاب بخواند، یک شخص را خوشحال کند، یک گناه را ترک کند، یک عادت خوب را سر کند. این چنین روند تدریجی است، ولی تأثیر عمیق دارد. خود تکمیل دهی و دل پاک هر دو مثل دو بال می باشند که انسان را به سوی کمال و معنویت می برند. انسان تا دامی که در جستجوی حقیقت و پاکی باطن است، راه را درست می رود. دل پاک و راه خودشناسی این دو چراغند که ظلمت جهالت و غفلت را روشن می کنند. پس بیایید هر روز کوشش کنیم که یک اندازه بهتر شویم، برای خودمان، برای اطرافیان و برای پروردگار. دوستان عزیز، ویدیو پسند آمد؟ ابونه شوید، لایک گذارید و با دوستان مبادله کنید.